مشتریمون بعد از 3 سال استخدامی بانکو قبول شده بود. وقتی که داشته برمیگشته خونه، از طرف بانک بهش زنگ میزنن که اطلاع بدن و تبریک بگن، اما از بدشانسی وسط تماسشون شارژ گوشیش تموم میشه. با خودش میگه اشکال نداره، میرم خونه و گوشیو شارژ میکنم. اما نگو که خونش هم تازه برق قطع شده بوده. بعد از کلی وقت که صبر میکنه برقو بیاد و گوشی شارژ بشه، هر چقدر زنگ میزنه تلفن گویای بانک فقط جواب میده. آخرش هم بعد از 2 روز بانک باهاش تماس میگیره که بهش بگن میتونه کارشو شروع بکنه. بعد از این اتفاق مشتریمون پاور بانک 10000 میلی آمپر پاورلوژی ازمون خرید، چون که کلی مزیت داره. اولیش این که وقتی برق نیست خیالش از شارژ گوشیش دیگه راحته. دوم این که یه بار که پاور بانکو شارژ کنی میتونی چند تا دستگاه رو با هم دیگه همزمان شارژشون کنی. سوم این که شارژر سریع 20 وات پشتیبانی میکنه، یعنی در کمترین زمان گوشیت برات شارژ میشه. چهارم این که وایرلس شارژه و با تکنولوژی مگسیف میتونه بدون هیچ سیم و کابلی گوشیتو شارژ بکنه. همچنین کابل تایپ سی هم داره که دیگه نمیخواد کابل اضافی با خودت جایی ببری. اگه دوست داری قیمت و مشخصات کاملشو برات بفرستم، کلمه پاور بانک رو برام کامنت کن.